سلام اطفال نازنین، خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه های ما. امیدوار هستم که خوب باشین و لحظات تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خب عزیزان، موضوعات که قرار است در این برنامه بخوانیم تکمیل کلمه ها است، جمله به کلمه ها است، آواز حروف است و یک جا کردن حروف که تمامش در این برنامه با هم یک جا میخوانیم. پس خوب است که بریم درس خود آغاز کنیم. اولین حرف ما حرف الف مد است و جمله هایی که به شما آوردیم: آفتاب برآمد، آسمان آبی است، آهو به سوی آبشار رفت. در اینجا در کلمات که الف مد آمده کدام ها است؟ آفتاب، آمد، آسمان، آبی، آهو و آبشار. اینا کلمه هایی هستند که در اولش حرف الف مد آمده و الف مد کدام آواز داره؟ آ. مثلا آفتاب. آفتاب در اینجا چند هجا داره؟ آ ف تاب 3 هجا داره. بله. به تعقیبش آسمان چند هجا داره؟ آ س مان 3 هجا داره. به تعقیبش آبی. آبی چند هجا داره؟ آ بی 2 هجا داره. آهو 2 هجا داره. و آب شار. آب 1 هجا، شار 2 هجا. آب شار 2 هجا داره. آفرین. الف مد کدام صدا را داشت؟ آ. حال نوبتی رسیده که بیشتر تمرین کنیم تا بهتر یاد بگیریم. در اینجا به شما 4 کلمه آوردیم که میخوایم ایره با آواز الف مد تکمیل کنیم. در اول حرف ب است که ما اگر در اول حرف ب الف مد اضافه کنیم چی میشه؟ آب میشه. به تعقیبش شین پ ز است. وقتی که ما در اول از این حرف الف مد اضافه کنیم میشه آش پز. آفرین. به تعقیبش ت شین است. وقتی که در اول از این ما حرف الف مد اضافه میکنیم میشه آ تاش. و کلمه آخری ما هید چشمه واو که اگر الف مد نداشته باشه هو خوانده میشه. وقتی که ما به این حرف الف مد اضافه میکنیم میشه ها هو. خب دوستکای عزیز، میریم طرف حرف بعدی که حرف الف است. الف اسب. الف کدام آواز داره؟ ا. صدای ا را داره. و جمله هایی که به شما آوردیم: آسمان ابری است، اسب زیر باران است، اسد چتری را روی اسب گرفت، اسب از اسد تشکری کرد. در اینجا کلمه هایی که به الف شروع شده بود کدام ها بود؟ اسب است، اسد و ابری. اینا کلمه هایی هستند که به حرف الف شروع شده بود. اناله اسب چند هجا داره؟ اسب 1 هجا داره. ابری چند هجا داره؟ ابری. اب جدا و ری جدا که میشه 2 هجا. و اسد. حسد چند هجا داره؟ 1 هجا. خب عزیزان، حالا نوبت رسیده که کلمات با حرف الف تکمیل کنیم. اولین کلمه ما است نون، گاف، واو، ری. وقتی که به این حرف الف اضافه میکنیم میشه انگور. به تعقیبش ب، ر چی میشه؟ بر. وقتی که الف اضافه میکنیم میشه ابر. و سین، دال. وقتی که به این حرف الف اضافه کنیم میشه اسد. خب عزیزان، به تعقیبش حرف ب است. ب کدام صدا را داره؟ با. و جمله هایی که به شما آوردیم: باد آمد، برگ درختان در آب افتاد، بز برگ را خورد. در اینجا کلمه هایی که به حرف ب آغاز شده کدام ها هستند؟ برگ، بز و باد. این کلمه هایی هستند که در اولشان حرف ب آمده. در اینجا برگ چند هجا داره؟ 1 هجا داره. بز 1 هجا داره و بادم 1 هجا داره.
بعد از این چند دانه کلمه داریم که باید با حرف ب تکمیلش کنیم. اولین کلمه ما الف مد است. وقتی که با الف مد حرف ب را یک جای میکنیم میشه آب. دومین کلمه ما الف دال الف میم است. وقتی که با ب یک جای شود میشه بادام. و سومین کلمه ما کاف ت الف است. وقتی که حرف ب را اضافه کنیم میشه کتاب. ب در اینجا در آخر کلمه آمده. و کلمه آخر ما ری و گاف است. وقتی که در اولش حرف ب را اضافه کنیم میشه برگ. خدا کنه که یاد گرفته باشید. خب عزیزان رسیدیم به حرف پ. پ کدام آواز داره؟ پ. و جمله هایی که به شما آوردیم: پرویز یک پشک دارد. رنگ پشک سیاه و سفید هست. پرویز با توپ بازی می کند. در اینجا کلمه هایی که به حرف پ آمده کدام ها هستند؟ پرویز، پشک و توپ. پرویز چند هجا داره؟ پرویز 2 هجا. پشک، پشکم 2 هجا داره. و توپ چند هجا داره؟ 1 هجا. خب به خاطر از اینکه بهتر بفهمیم چند دانه کلمه آوردیم که باید با حرف پ تکمیلش کنیم. اولین کلمه ما ر، نون، دال، اگردک. وقتی که به این حرف پ را اضافه کنیم میشه پرنده. بله. دومین کلمه ما نون یا ر. وقتی که حرف پ را اضافه کنیم میشه پنیر. و کلمه دیگه ما هست یا ر واو ز یا. وقتی که حرف پ را اضافه کنیم برش میشه پیروزی. این بود درس امروزی ما که از دریچه وطن باکس تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب روز خوش داشته باشین.